وقتی آدم داره پورن میبینه توی چه حالتیه؟ زیر پتو، کسی نیست، یواشکی، هیچ وقت تصویر خوبی نیستش اگر دید سوم خودش به خودش نگاه کنه. یه بار خودتون از دید سوم ببینین میبینین چقدر حالت بدیه که داری ویدیوی چند نفر دیگر رو میبینی و اصلا داری با خودت هم برمیری. به نظرتون صنعت پورن یه صنعت چند میلیون دلاریه؟ نمیدونم، تا حالا بهش فکر نکردم. یه عددی حالا بذارین از میاد 25 تا 30% کل وبسایت های اینترنت پورنه و این صنعت یه صنعت 273 میلیارد دلاریه و تا سال 2032 پیش بینی میشه که به 700 میلیارد دلار یا 1 تریلیون دلار برسه و هیچ کس راجع به این موضوع صحبت نمیکنه. چون پول توشه. و اثری که پورن روی مغز میذاره تقریبا شبیه به کوکائینه. اصلا میزان دوپامینی که اولا دوپامین ناسالمی که ایجاد میکنه و یه سری تاثیرایی که حالا منم تا یه حدی شاید راحت نیستم راجع بهش صحبت کنم، تاثیرای فیزیکی که میذاره. این نسل پیش رو، نسلی که به پورن اینترنتی اعتیاد دارن، قراره خیلی توی رابطه مشکل داشته باشن، شاید اصلا نتونن. چون برنامه ریزی که توی بدنشون بوده دارن عوض میکنن. وقتی که یه شخص 10 سال پورن میبینه و خود ارضایی میکنه، داره اون تنظیمات رو برعکس میکنه و داره ذهنش رو توی حالتی میاره که فقط توی اون حالت موقعی قرار بگیره که رابطه دو نفر دیگر رو میبینه، نه موقعی که خودش داره رابطه برقرار میکنه. یه تایم انگار میگفتن اصلا پورن خوبه، سالمه که بچه‌ها ببینن، بهشون آموزش جنسی میده. خیلی چیز عجیبیه برای من یادم مثلا معلم یکی این درسایی که دبیرستان میرن، درسای آموزش پرورش نبود، یادم توی یکی از کلاس‌ها به ما میگفت ببین پورن ببینید. موج زیادیش هم حتی توی فیلم‌ها هم میومد. حتی فیلم گوریه والستریت رو دیدین دیگه بدون شک. یه دیالوگ معروفی متیو مک‌کانهی داره که توی اون ناهاری که با جردن بلفورد داره راجع به خود ارضایی صحبت میکنه که من روزی 3 بار انجام میدم، لازمه، باعث آرامشم میشه، چیز خیلی خوبه